صدا نیومد. درود بر شما. خیلی خوش آمدید به یه ویدیو دیگه. همونطور که روی تامنیل و تایتل مشخصه ماکارونی درست کنیم. های بشین این سیب زمینی‌ها رو سری پوست بگیر. توم باش. میشه اول دستامو بشورم؟ آره. پوست بگیر. خب. ملات این ماکارونی رو نبین منو استرس میگیرم دست خودم میبرم. این قابلمه رو آبش میکنیم. میذاریم اینجا چقدر تاریکه اینجا که این آبش جوش بیاد. آبش که جوش اومد ماکارونی رو بریزیم توش با نمک و روغن. یو بله اتصال. بیا بلند شو. نه بابا اینم کمه. حالا آشپزی نکرده این بچه. بلند شو. آتیش هم بزنی؟ این جوش بیاد. وقتی که جوش اومد ماکارونی رو بریزیم توش. Damn, that shit is good. بابا خیلی کندی. پنیریه؟ مشکلی نیست. چرا کندی؟ هنو یکی هم نکندی؟ مگه تو کندی؟ یه تکنیک آشپزی بهت بدم. وقتی داری پیاز رو خورد میکنی یه دانه چیز بذار توی دهن. ببین اینم بکن بنده این تو بشین خوردشون کن نگینی. یه دونه چوب کبریت بذاری تو دهنت موقع خورد کردن پیاز اشکات در نمیاد. خب من گوجه را آماده میکنم واسه این ملاتمون. میتونی بشینی میدونستی؟ بیا مثلا این زمان چیز که غیبت کنی. ببین امروز یه پسره بود آرایشش اصلا برام موقع جالب نبود. بهش گفتم داداش انقدر چیز غلیظ آرایش کردی. بعد گفت که نه خیلی کندی. من دارم عشق میکنم. دست یارم بابا میخواست اسپیدرانه. گوجمون رو خورد کردیم. سیب زمینیامون رو خورد کردیم. میمونه فلفل دلمه یا و پیازمون. پیازو شروع میکنم. روش صحیحش اینجوریه. شما کارانی باش. خب پیازا اوکی شد. اوکی شد. میمونه فلفل های دلمه ای. چگونه بعد این کار رو انجام بدیم آقای شراس پس؟ این گونه. بدین صورت. چرا مثل من چیزیشو در نیاوردی؟ فلفل های دلمه ای و پیازمون پوست کنده شد. و گوجه اینم همینطور. بریم سراغ ملاتمون. اوش آبمون جوش اومد. ماکارونیو بیار بدو. میاریم اینجا. نه بگیم. و بعد اینجوری و بعد رهاش میکنی. چرا همش رو ریختی؟ رسمی مهم نیست. مهم اینه که نمک واسه اینکه روغن. آره روغن برای اینکه نچسبن. من واسه اینکه نچسبن به هم مقدار زیادی نمیریزیم صرفا واسه اینکه مزه بگیره. نمک میریزیم. مولی چیه برندش؟ اینجا رو بگیر مرد. سمیرا خانم روغن یه مقدار اینا میریزیم. یه مقدار. خب یه اینجوری هم میزنیم که این روغنه با این ماکارونیا و نمک ها هم دیگه رو بشناسن به هم دیگه نچسبن. خب این دارم میچسبم. خب نه با من خب سعی می‌کنیم تا اینا نکو بچه اینا رو باید سعی کنیم نرم بشه ماکارونی و درش بیاره. قراره که ملات رو راه بندازیم اینجا. ای وای تو الان یک فیلم برداری. خب میرم با مدگل آشنا بشه. پیازمون رو میریزیم اول پس پیاز آقای سرش. پیازمون که طلایی شد متریال های بعدی هم اضافه میکنیم. بزنم نرم شده فکر کنم بایستی بیشتر بمونه. بیا اینجا تستش کن. داغه تو یک لور هستی. من خودم داغم. ماکارونیمون نرم شده بایستی که آب کشش کنیم. اوکی. یه کمی زود این کار رو انجام دادیم. چرا؟ چون که ما هم ملاتمون آماده نیست. راست میگم. ملات باید زودتر آماده میکنیم. اینا رو هم اضافه میکنیم. البته سیب زمینیامون هم نشست. فلفل دلمه‌ای رو اینو خواهی همی بزنی؟ گوشتمون رو اضافه میکنیم. همش گوشت. اینو واقعا گفتی؟ میشه اینو واقعا سانسور کنی؟ پازش کن. پازش. سیب زمینی رو اضافه میکنیم. خب اینو قاطی میکنیم. چقدر دستات پش داره. باعث میشه گرمت چه شبا. آره. بذار منم نظرمو ادا کنم دیگه. من نظر کردم تا پش. میشه اینو بزنم بالا؟ نه بابا بخوری. لورم. خامه. چرا پسره کمتر اون میکنم. روب بلخ روب مشکین تایه. جانه؟ دو تا قشو. نه بزن سرخش کن قشنگ. یعنی چی؟ شاید اصفهانی این نیستی؟ زردچوبه میریزی؟ پاپریکا چیه زنم به من بگی؟ فلفل تند. این خیلی تند. خب
دوست نداری؟ بذار ببینم چقدر تندی. دود چی اشکزای اشکاور نیست. یهودی هم اینا. تا الان 200 نفر یهودی خوردی. چقدرم تند نداشت. اینو قاطی میکنیم تا میزنیم توش به قوله. چه ربر قشنگ. اوف. نه پیام بازک. اینو ما درستش کردیم ملاچه رو فقط باید بذاریم یکم بمونه. خوش رنگ شده. یکم باید بذاریم بمونه که جا بیفته و سرخ بشه درست حسابی و درشو میذاریم. متوقعتش. فاک. میگیرم. What is happening here? اینجا. خب. اینمون تقریبا آماده شده. کاش اینجا بودی بوشو میشنید. و میخوایم ماکارونیمون رو بریزیم اینا رو بریزیم لاش. و خب میخوام تا دیگه نون بذارم. روغن میریزیم. بله. تا دیگه میذاریم. من اینجا یکم نمیخواستی رو زمین این کارا رو انجام بدی؟ نمیشه. اینا یکم تنگه. من واقعا گوشتم. اینا میریزیم تا رنگشو میلا آب بده. آره. نظر رو این میریزی برا من. نرسیده بینونا. بذارم بده بعد. چرا سیب زمینی دادی؟ اوکی. دیدی گفتم اینا همش. آی سو. راستی منم الان دیگه پا دارم. خب. راست پا بیا اینجا. البته این ماکارونی یکم مون ممکنه که خمیر بشه. نو پرابلم بده. خیلی خوشمزه است واقعا. لایه. البته یکم این گفتم قراره خمیر بخوره. یکم اینو پخش میکنیم. اون دست خودت هم خسته میشه. اوه راست میگه. شاید مثلا گی برادرز. بوست نمی کنم به خدا آروم باش. ای دستم دیگه نال نداره. گشنته؟ ای داره به من گشنگی میده. کمک. سیاه هم هستم. البته یه ذره. اونا مال منه دیگه. کدوم؟ اونا که اونجا. تهش هم میتونی به لیست بدیم. اوکی. به خدا باشه نمیخورم به خدا. نیازی نیست قبول قاچه. همونم ریخی خدا. خب اینم میتونی پاک کنید. خب برکنا یکم اینجا رو گم بدی میکنه. این خمیر میشه قطعا. به مثل داره بیلیز جلیز میکنه. این درش درسته. به این کار میگن چی؟ دمکش. دمکش. توی چه زمانی این دمکش فوش بوده؟ بعد مهم نیست که این تمیز باشه یا نه. نه تمیزه. دستگیره من کو. دیدی میخوای یه دونه چیز بریم این ترانزیشن ها. وای فکر کنم غذای من آماده شده. از نظر تو چیز آقای شراسبش؟ چرا الان برش توشتی از میگه؟ نمیخوای تو کابینت گیر کنی من برادر ناتنی چم؟ فقط زیرش خاموش. توی اینجا توی ادیت شعله بذاری که داده چرم زر میزنم. چی میخوای؟ شعله پخش کن. آشناییتی داری با؟ آها از اونا که اینجوری. خب بیا من دستمو میذارم مشکل. کوچولیه. ایناش کورم من. کور و کر باشی ولی ترک. خب اینا اینجوری میذاریم. ادیتور درم نداره. شاید دوستمون داره. خدا رحمان ای سعی میکنی داغ که شد این کارو میکنه. نه میشه من بکنه؟ نه کاغذ لوری شد. ها یا نکرد؟ بسی که این جلیز کنه. این جلیزی کرد. وقتی جلیزی کرد یعنی باید خاموشش یعنی بسی که کمش میکنی و میری واسه تقریبا نیم تا 1 ساعت دیگه. تا اینجا ما اینجا رو تر و تمیز کنیم و مصیبتی که به وجود اومده رو تمیز میکنیم و کاتشو میبینید. راتش کن. ترانزیشن. گود بای. سلام بچه‌ها، اومدیم بلاگ درست کردن ماکارونی بگیریم با هم دیگه و من اونقدر شراسپزیم خوب نبود ولی آقای شراسپز ایشون بود و کمکمون کرد واقعا تو درست کردن. همینطور آشپزی میتونم آشپزی نه برد استوری excuse me? What the fuck are you doing?
میدونستی که میخوای آهنگ بزنی؟ دیجی محمد الان میشه درش باز کرد؟ نکن اون بخارش smells good رفیز من 2 تا دست دارم میدونستی؟ اوه خمیر شده دست نایس خوبه یه مقداری خمیر شده فرض میکنیم برنجه فرقی نداره یه مقدار که چرس کنم کلا ببینید نه اتفاقا ما ماکارونی درست نکردیم این غذا ثبت ملی میشه به نام ترکلور یا شاید هم لور ترک تدیگو برم نو وی باش بونه اسمل من ناخونک میتونم به این بزنم یا مال توه مال توه look at this مال جفته اوه what the freak دامه اصلا که اوه شیت هر کی اینو میخواد براش ارسال کنیم بعد کی نمیاد با ما ازدواج کنه واقعا الان میخوریم امتیازم میدیم ولی خب دلتون میاد ای بی پل ای یو صورت هم نورانیه تدیگا ببین نصفش مال منه با نه اصلا بیشترش مال تو با اینا گفتم قطعش کنی آهنگو هم ترده هم مزه ماکارونی میده هم مزه خمیر حالا خود غذا بیا خودت هم نه فعلا تست کنم. تو تست کن میشه با قاشق تست کنم لطفا آره ممنونم چرا من چنگل گذاشتم توش دوستم داریم آقا این که ملات نداره خودش خبر نداره از بخشی که ملات داره برش دار بخورش یالا حالا یکی هم بیرون بشنوی حالم خوب ببین اگه من خودم خمیری دوست دارم خمیره واقعا؟ آره ولی اونایی که دوست ندارم ممکنه 6 باشه برای من الان 8 هست این 8 واقعا؟ واقعا دمت گرم اگه آب لیمو بود 10 میشد عجبه که نمک پاش نداریم تهدیگه شروع کن ایوه بزنم نمکش کافی هست یا نه آدابه غذا خوردن 0 ما فود بلاگر الان چی بود؟ این تهدیگ بود یا؟ چی بود الان خوردی؟ نمکش کم اوه هانست ریاکشن با نمک یه چیز دیگه همش هم خورد که من نخورم چی شد؟ به عنوان یک ماکارونی خیلی نرمه ولی رضایت بخش کاملا میتونه سیر کنه میشه بهش گفت ماکارونی نرم ماکارونی مامان نپس خودمون پزیدیم ماکارونی نرمیه اینقدر نرمه دوست دارم تهدیگش که خودم شاخ میذارم تو جیب خودم ولی ماکارونی که همه چی تموم باشه نیست خب مثلا ماکارونی یکم خمیر شده برای همین من 7.5 گوده 7.5 ولی خب قطعا بهتر از اینا هم هست شاخ خوش آقا خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید و یادتون نره کامنت بذارید بود لور میده کامنت بذارید لایک کنید و نظرتون رو در مورد آقای بگید باز فامیلم علی